عملیه تقسیم عدد دو رقمی بر عدد دو رقمی را چگونه با استفاده از مواد درسی برای دانش آموزان به روش بهتر و آسان تشریح نماییم. برای وضاحت بهتر می‌پردازم به اجرای فعالیت. فعالیت: عدد 88 را بر عدد 12 با استفاده از مواد طور ذیل تقسیم می‌نمایم. 88 تقسیم 12. 88 از 8 ده‌ها و 8 یک‌ها تشکیل شده و آن را می‌خواهم به 12 جبه تقسیم نمایم. می‌بینیم که 8 ده‌ها داریم و 12 جبه. 8 ده‌ها را نمی‌توانم به 12 جبه توزیع نمایم، بنابراین باید ده‌ها را به یک‌ها تبدیل نمایم و حال ده‌ها را به یک‌ها تبدیل می‌نمایم. 8 یک‌ها خودش، یک ده‌ها دو یک‌ها، باز ده‌های دومی، ده‌های سومی، ده‌های چهارمی، ده‌های پنجمی، ده‌های ششمی، ده‌های هفتمی و ده‌های هشتمی که میشه 88 یک‌ها و حال 88 یک‌ها را با آسانی میتوانیم به 12 جبه تقسیم نماییم و حال میبینیم که در 88 چند تا 12 وجود دارد. برای این کار کافی است که جدول ضرب زبانی 12 را نصب کنیم. حال میبینیم که 8 ضرب 12 96. 96 بزرگتر از 88 است. عددی را باید پیدا کنیم که ضرب 12 گردد و مساوی به 88 و یا کوچکتر از 88 شود. پس 7 ضرب 12 84 جواب درست است. یعنی 7 یک‌ها به هر جبه توزیع میکنیم و 7 را در خارج قسمت می نویسیم که در 12 جبه میشه 84 یک‌ها و حال از 88 84 را تفریق میکنیم طوری که در شکل هم میبینید 4 یک‌ها باقی مونده. پس باقی مونده ما 4 و حاصل تقسیم 7 است.